بیننده ارجمند سلام، عبدالله اشرف هستم و تا شروع نشر نوبتی برنامه اخبار سرخط مهمترین خبرهای روز را به شما معرفی میکنم که بعد از 3 ساعت در شکل مفصل پیشکش شما می شود. ساعت در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی 10 و در شهر دوشنبه یکی روز است. نخست شروع میکنیم از خبر آغاز شدنی دعوت تیرماهی جوانان به ارتش. در تاجیکستان از 1 اکتبر فصل نوبتی دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به ارتش شروع شد. همکاران ما در شهر دوشنبه امروز با مسئولان وزارت مدافعه صحبت خواهند کرد و مسئولان درباره چگونگی دعوت نوبتی جوانان به ارتش معلومات خواهند داد. در گذشته حادثه های جلبی مجبوری جوانان به ارتش و یا به اصطلاح ابله جای داشت، اما امسال دعوت چگونه صورت میگیرد؟ به این سوال در نشر مفصل برنامه به شما پاسخ خواهیم گفت. و میگذاریم به خبر دیگر. در تاجیکستان نرخ نیروی برق برای اهالی حدود 4 درم برای هر 1 کیلووات ساعت گران می شود. در این رابطه قرار حکومت الکی صادر شده است. در این قرار گفته می شود که نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی از ماه نوامبر سال روان یعنی 1 ماه بعد 20 درم معین کرده می شود. عین زمان نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی کشور بجز از ولایت کوهستان مختار بدخشان 16 درم است. سپس گزارش داریم درباره هنرنمایی دختران فوتبالباز تاجیک که در چند قوه آزمایی با حساب بزرگ شکست خوردند. از قبل خود فوتبالباز دختران خواهیم شنید که تجربه اولین آنها در صحنه بین‌المللی چگونه بوده است. و خبر دیگری داریم از فستیوال دیدار در شهر دوشنبه. در پایتخت فستیوال دیدار برگزار شد. در این همایش 70 فیلم از 15 کشور عالم نمایش داده می شود. داوران این جشنواره به رادیو آزادی گفتند که در بخش اساسی دیدار فیلم های تاجیکی شامل نشدند و به طلبات بین المللی جوابگو نیستند. در ادامه این نشر سیر خواهیم داشت به شهر کولاب و صحبت هم داریم با سید نادر حیدروف استاد سازهای موسیقی. حیدروف دایره ساخته است که 1.5 متر قطر دارد. چگونه به او دست داد که چنین دایره بزرگی را سازد؟ باز کدام سازهای دیگری موسیقی را این استاد ماهر پیشکشی مشتریانش میکند؟ مفصل در برنامه اخبار با شما در این باره خواهیم گفت. و بیننده ارجمند تا نشر مفصلی برنامه اخبار کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. ما همیشه پیگیری نوترین خبر و تحولات تاجیکستان و جهان هستیم. هر نوگانی که در این مدت رخ داد در برنامه اخبار پوشش خواهیم داد. با ما بمانید تا ملاقات نوبتی در نشر تازه برنامه اخبار.